در یک بیمارستان روانی یعنی پسیخبالنیتسا دیوانه‌خانه دو نفر بیمار با هم دوست و رفیق بودند. یک روز آن دو نفر در کنار حوض آب قدم زده ایستاده بودند. ناگهان یکی از آنها خودش را به درون حوض انداخت و زیر آب رفت. آن دوستش از این کار ناگهانی به حیرت آمد، ولی بسیار فکر نکرده خودش را به داخل حوض پرتافت و شنا کرده به زیر آب رفت و رفیقی از جان سیر شده اش را بیرون آورد. وقت دکترها از این رفتار قهرمانانه آگاه شدند، تصمیم گرفتند آن بیمار را که دوستش را نجات داد از بیمارستان روانی جواب دهند. سردختور یا همان گلاورچ آن قهرمان را به حجره اش فرا خواند و به او گفت: من برای تو یک خبری خوب دارم و یک خبری بد. خبری خوب و خوشحال کننده این است که تو از بیمارستان روانی جواب شدی، می توانی بروی، زیرا با پریدن به حوض آب و نجات دادن شخصی غرق شده ایستاده تو اثبات کردی که یک شخص سالم هستی، عقل و هوشت در جایش هست و در زندگی از عهده کارهایت میبرایی. دیگر نیاز نیست که در این بیمارستان بین دیوانه ها بمانی. اما خبری بد و غم‌انگیز این است که آن بیماری که تو او را از غرق شدن نجات دادی، بعد از درآمدن به حجره اش خودش را با سچاق حمامش دار کشیده است. وقتی ما از این کار باخبر شدیم دیگر دیر شده بود، وی مرده بود. قهرمان که با دقت به سخنان سردختور گوش میداد به او گفت: وی خودش را دار نزد، من او را آویزان کردم تا اینکه قاق شود. حالا من میتوانم بروم؟